این سکوتری برقی را مختصر چند ماه پیش با پول راهروبی خود خرید تا خرج عائله‌اش برای راهگیری کم شود. پسر 27 ساله این زن 4 بار جراحی شده است و پیاده زیاد راه گشته نمیتواند. سکوتر کاری او را هم آسان کرده بود. من میخونم انگلیسی دا میخونم رامون دروزای خیلی مغلب بسیار نمیمون که من هر روزی رسون بودم برا بیا همین خریدم که امید ایدس نورسینا همین های کنم برا بیاد با یک کمودی من بود کنم یا جربی من میبره کوون یک کویگا من میره یک دارو میخره یک اپتک میره یک بزرگ میره جایی که لازمه باشه اون کاری مثلا ضروری باشه ما با ماشین اگر بریم بود راه پلی و چی میکنیم با این مثال اکانوم میشه اون کاش فایده مدت. چند دست پسری مختصر نمیتواند با سکوتر به شهر وارد شود و او گفتند بدون قید دولتی و رقم مخصوص از آن استفاده نبرد. میگوید هنوز آن را به قید نگرفته بود که استفادهش پررم منع شد. ما پرسیم که هم خیلی گفتن که دیگه نمیموند از شهر آدمو بگردانم خیلی بس که نمیدونم که چی میشه حال زندگی. استفاده اسکوتر و سمکت یا دوچرخه های برقی در راههای ماشینگرد و پیاده‌گردی دوشنبه تا سال 2030 منع شد. این قرار شماری دوچرخه های برقی را در راههای پایتخت انگشت شمار و خریداری آنها را هم کم کرده است. خب 20 نانو وردگی بوده. این هم جدا از این ناموش فروختیم نمی قدرش موندگی ایده مثال. خریدار بوده. میفروخت یک تا نیم تا میفروختی مثال. اینا میگم که 4 روز شد نساوده. نه خریدار نه هیچ کمی میام میگه که ادمینی چی دیگه خرید نمیگیره. از این پیش مقامات صاحبان اسکوترها را مجبور کردند که نقلیات خود را از قید گذرانند و رقم دولتی بگیرند. ظاهرا این قرار نتوانست حرکت اسکوترها را در شهر به نظم آورد. تصمیم منع حرکت اسکوترها در راه و پیاده‌روهای شهر پس از آن گرفته شد که به اطلاع مقامات صدمه‌های مرگبار با شرکت چنین نوع نقلیات زیاد شد. مقامات میگویند از اول سال با اسکوتر و سمکت‌ها 26 تصادف به قید گرفته شده است که در نتیجه 3 نفر جان باخته 24 کسی دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. فقط در یک هفته اول ماه اکتبر مقامات از مرگ 2 راننده اسکوتری برقی خبر دادند. کارشناسان میگویند راههای کشور برای حرکت این نوع نقلیات موافق نیست و مقامات را ضرور است تا اول برای آن شرایط فراهم آورند. هنوز مثلا با بعضی اسناد حقوقی خصوصا قاعده حرکت در راه بعضی مشخصات باید وارد کرده شود که همین سکوترها اینها چی نمود نقلیات هستند از نگاه بیروهای تکنیکی بر زمین باید مشخص کرده شود که راه حرکت آنها کجاست راه پیاده‌گرد راه اتومبیلگرد یا راه مخصوص هنوز این مثلا این سمت مسئله حل نشده است مثلا اگر که اهمیت داده باشد صاحبان این نمودی واسطه نقلیات 30 سال گوناگون دارن مثلا حتی طلبه‌های صنف 4 و 5 مکتب هم هستن کلان سالا هم هستن سرعت حرکتشون بعضی میانه است بعضا از معیار زیاد است حتی در راههایی که مثلا داخل باغ‌های فرهنگی و فراغتی است و اونجا مردم برای آسایش و راحت می‌آیند اونجا نیز استفاده می‌کنند. تحلیلگر میگوید سکوترهای برقی زود سرعت میگیرند و نه همیشه امکانی سری وقت بازداشتن آنها موجود است. کسی که قابلیت واکنش سریع ندارد میتواند به خطر روبرو شود. شفقت احمدوف که چند سال باز به فروش و اجاره اسکوترها مشغول بود میگوید بهتر بود استفاده این نوع نقلیات را فقط برای افرادی تا 18 ساله منع میکردند. کار بسیار آدم‌ها را آسان میکرد. بعضیا به مغازه رفتن نفرانی هستند که از خانه‌شون مغازه دورتر است و نفرانی که تالاری ورزشی میروند یا اینکه خانه خشت تبارها میروند سکوترهای کلانی که در خفاشون بار برداشته میشود به امروی مردم خواجگی دهقانی خیلی کمک به اندازه میرساند. منع استفاده اسکوترها در تاجیکستان در حالی است که ساکنان از تنبشوی در راهها و کمبود نقلیات و گرانی راهگیر را شکایت میکنند. چندی از همصحبتان ما گفتند خوب است اگر قرار پررم منع کردن این نوع نقلیات بازنگری شود.